درود به برابکس خوب کانال دینامی ریاکشن. آقا خوش اومدید به این ویدیو جدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم که بپردازیم به حواشی‌های بین شاهین و نامجو. آقا بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و اول بریم سراغ ویدیوی محسن نامجو که درباره شاهین حالا حرف میزنه و اینا. واکنش تندش رو ببینیم چه چیزایی به هم دیگه گفتن دیگه. بریم تو کارش. خب اجالت بکشی این حرف رو به عنوان شرعی بزنی که اگر من بودم من هم فلان. نه عزیز، تو اگر عرضه داشتی توی همین آمریکا تونستی حداقل پول اداری یه خونه معمولی رو داشته باشی که نداشتی و نداری. آخه تو چه کار حسن فرهنگی که همین حرفی رو به عنوان میزنی و خودتو باهاش مقایسه می‌کنی؟ توییت زده این که به این که همان جان اگر من هم می‌خواستم مثل تو چون کاری بکنم حالا در جمهوری اسلامی صاحب خانه و زندگی و فلان بود. چون این پیغامی رو به همایون باید الی بده، داریوش بده. بنده که خبر دارم تو به واسطه حالا یک ازدواج، یک اتفاق مثبتی در زندگی افتاده از ایران مهاجرت کردی و اومدی آمریکا. تئاتری هم که می‌خوندی و هم که نسبت کردی و هر چیز من. در این سال‌ها چیکار کردی؟ حدود 10 سال، بیشتر از 10 سال قبل جناب آقای بیضایی تست بازیگری گذاشت. اومدن اونجا یه موقعیت جناب استاد بیضایی بهشون داد، انجام دادن و قبول شدن. و تو از شرق آمریکا اومدی اون هم فاصله در اون تست قبول نشدی. تا همین اواخر که هر کاری می‌کنی همه خیلی ها می‌دونن که تو یک کدومش هم سوبر نبودی. تحصیلات یک متریال بودی و اون دادها و اون جنگل بازی‌ها و اینها. خب آقا این یه تیکه از ویدیوی محسن نامجو به شاهینه. بریم حالا سراغ خود موزیک ویدیوی شاهین نجفی به نام شقی. چه اسمی داره شقی. موزیک توسط خودش بوده، موزیک پرودوسرش رامین سکوتی درست خوندم. خب آقا بریم سراغش ببینیم چه کاری کرده به شاهین. اولش چقدر خفن شروع کرد. دین دین حاجی خیلی خوب بود. شقی چه عصبانیت. از این تسمایه هم هست بهش. حالا شلاق هم بهش میگه. شلاق حالت سورپمه مانند روی اسب و اینا میزنن یا حالت شلاق برای شکنجه و اینا دستش بود. چه موزیک ویدیویی هم هست. خودت خواستی مفنگی حد تو بدون چی گفت؟ خودت خواستی مفنگی حد تو بدون شقی. چه جوری شروع شد. اولش یه لحظه رفت توی حاله ترس، یهو حالت اوتوتیون مانندی داره فکر کنم. لاشی نزا پارو دوم. کجای فرمونو کشتن ریز میزا امروز دونه درشتن گفتن زدن و ما دیدیم خوردن. چقدر خفنه آجی. ایسر کجای فرمونو کشتن ریز میزا امروز دونه درشتن گفتن زدن و ما دیدیم خوردن. گوشتایی که تو حسرت مشتن گربه ها سیر گوشت مفی و مفرا اجیر جور سوژه ها کوچا و شاش کلان گرفته قصابی افتاده دست جوجه ها. در روسیه بیوه ها نو هستا موند از میوه ها چانت وقت بابا بنازم عالیه واقعا. خیلی افتاده دست جوجه ها. در روسیه بیوه ها نو هستا موند از میوه ها چانت وقت رسیدنشون گذشته. هرکی بالغش سهمش میشه چاقو. کاسه بابت سهمش میشه چاقو از میوه ها. چانت وقت رسیدنشون گذشته. هرکی بالغش سهمش میشه چاقو. کاسه بابستن با چوپون بره های میدون سردرگم. این رسم فروش آدم فروش هست که پنون شم پاش اسم مردم. جشن
رسم آدم فروشاست که پنهون بشن با اسم میدون مردم. سردرگامی رسم فروش آدم فروشاست که پنهون شن پشت اسم مردم. جشن لاشه های شاد توف کن، آتیشی زیر خاکستر و پف کن. پای این پادوهایی که وصلن به خط مقدم نظام جفت کن. هم دست سپاه هم نفساشه، چوب لای چرخی مکانیزم ماشه. بگو انو وقت هست تا کمر تاشه، باباش که خوب خورد اینم باشه. باباش که خوب خورد اینم باشه. خیلی دیس سنگینیه این. به نظرم همون ورژن قبلیه، یعنی اوایل شاهینه. این اون ورژن عصبانی قشن شاهینه، واقعا خفنه کارش. در توده یا نونی که خوردیم مجون خون شلاق و شاشه. که سر بالا داره میره رو دار. چی گفت؟ در توده یا نونی که خوردیم مجون خون شلاق و شاشه. مجون خون شلاق و شاشه. سر بالا داره میره رو دار و این آقازاده جاکش باباشه. این آقازاده جاکش باباشه. یعنی چیزی مونده لپاتون یا همه رو میکنیم با کیر باباتون. بچه خوشگلای نوت فرانتی کار ما تازه شروع شده باتون. اصلا چیزی مگه میمونه بگم؟ واقعا خفنه. آره دیگه خودش شروع کرد این داستانو نامجو. بعد شاهین فکر کنم حالا تو توییت نمیم دقیقا تو کجا بود، فکر کنم تو توییت جوابشو داد. الانم که دیسپک خفن و قوی رو داریم ازش میبینیم. آره راست میگه، خودت خواستی اینا رو. لاشی نزا پا رو دم، چه فلای بالی. ببین جوجه بسیخ بیتش دینگ 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 خیلی باله. میکشم دم در بیاری خودت خواستی ها. من وحشیانه آزادم، میگم از آزاده بپرسی ها. واه چه چیزی گفت حاجی. در بیاری خودت خواستی ها. من وحشیانه آزادم، میگم از آزاده بپرسی ها. اوه فکر کنم اگه اشتباه نکنم آزاده اسم زن نامجوه و اینجا قضیه رو ناموسی کرد. چقدرم خفن بود، خیلی خوب بود. در بیاری خودت خواستی ها. من وحشیانه آزادم، میگم از آزاده بپرسی ها. نشه رو دراگ بری بگیری واسه مفاز فیلوسوفیا. دراز اول دول 3 سانتی دوست داری دوباره. دراز اول دول 3 سانتی سوریا بس نگو دیگه به ما سایکوپت. من شاه روانیام غربتی، من زبونم چه با عصبانیت شروع کرد ورسو. سوریا بس نگو دیگه به ما سایکوپت. من شاه روانیام غربتی، من زبونم عرس بروب زاده میبرم زبونه تو تربتی. اول و آخر زیر خوایم تو بابا کنات بیا من تک با. اول و آخر زیر خوایم زاده میبرم زبونه تو تربتی. اول و آخر زیر خوایم تو بابا کنات بیا من تک بایم. لامپ صد سرویس عمومی خاموشت میکنم زیر سایم. اصلاح طلب ضد یهودی صد توی چه پانچ خفنی انداخت. خاموشت میکنم زیر سایم. سایه من انقدر بزرگی، من خودم انقدر بزرگیم که سایم لامپ خاموش میکنه کلا. اون تاریکیه که سایه که رو زمین میدست. اصلا چی گفت؟ شورت بی وجود باد کنه که چپا بودی که ترکون در دوز این روزا دست کم بود زبون ما مال نسلتونی، مثل تو رو میخوابونی ما زبونی. تنگ بازی در نیار انگشتی، تو که درگیری با ما رو دوست داشتی. کلهم جمشین خواهی مالا تشم از زرق مایید به مولا. انو پروندت باز دکوری اسمت رفت توی صف لیست وصلا. اسمت رفت تو لیست وصلا. شقی خیلی بالا. حاجی واقعا موزیک ویدیوهاشون حالا الان نسل یکی ها قشنگ اومدن رو موزیک ویدیو. اون از پیش رو که آسمونشو داد و اینم از شقی شاهین نجفی. واقعا موزیک ویدیو خفنی دارن میدن، قشنگ کار شده.
دین 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 دیری دیری. چقدر خفن بیتشم. ده 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 ده. موزیک ویدیو گنگ و خفنه بود واقعا. و بله واقعا کار خفنی بود. اینجا هم که آخرش موزیک پرودوسرش یه بار دیگه بگیم، رامین سکوتی، کلام و موزیک از شاهین نجفی و ادیتش با یونیورس، کامراش هم با الکس مورگانه. بله واقعا کار خفنی بود، عالی بود. از چه از لحاظ بیت، چه از لحاظ موزیک ویدیو، چه از لحاظ متن، چه از لحاظ پانچ، اصلا ترکون شاین. و بچه ها یه چیز دیگه هم بهتون بگم، یه نکته بهتون بگم. من تا حالا زمانی که مانیتایز نشم نمیتونم راستش لینک یعنی حمایت از آرتیست رو بذارم زیر دیسکریپشن که بتونید برید از خودتون، حالا یه زحمتی براتون میشه که برید حالا اگه خواستید در کانال خود آرتیست نگاه کنید، حمایتشون کنید و ممنونم میشم که تا اینجا ویدیو منو تماشا کردید. مرسی که سابسکرایب و لایک میکنی و کامنت میذاری که همه‌شو میخونم. سعی میکنم که زمانایی که حالا موزیک ویدیو میاد سعی میکنم سریع برمش. آره دم شما گرم. بدرود.